چرا صدای ما تخریش پیدا میکنه و در حین ترتیل خوانی سلفه بر ما پیدا میشه، و دوم ای که چرا ما بعد از 15 دقیقه ترتیل میخوانیم صدای ما دچار خستگی میشه و حنجره احساس خستگی میکنه، کند میشه. دو علت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما هموطنان و دوستداران قرآن کریم. امروز باز هم در خدمت شما هستم. بعض قرای عزیز که از ما سوالات پرسیدن و سوالات اونها پاسخ خواهیم داد. اول ای که پرسیدن چرا صدای ما تخریش پیدا میکنه و در حین ترتیل خوانی سلفه بر ما پیدا میشه، و دوم ای که چرا ما بعد از 15 دقیقه ترتیل میخوانیم صدای ما دچار خستگی میشه و حنجره احساس خستگی میکنه، کند میشه. دو علت داره. علت اول ای که چون حنجره در ماه مبارک رمضان آبرسانی برش نمیشه، خشک هست و کم تمرینی باعث از این میشه که حنجره دچار ای مشکلات شود. یعنی چرا کم تمرینی؟ به این خاطر که چون در ماه مبارک رمضان ترتیل خوانی فقط هست، یعنی بعد از ماه مبارک رمضان ترتیل خوانی خیلی کم هست، این باعث میشه که حنجره آمادگی ترتیل خوانی را نداشته باشه. ما باید چی کار را انجام بدیم؟ قبل باید ما یعنی صدای خود را گرم بسازیم. قرای عزیز، اونایی که نماز تراویح دارن و اونایی که قبل از افطار برنامه ترتیل خوانی دارن، اینها باید 1 ساعت و 1.5 ساعت قبل یعنی باید صدای خود را آماده بسازن به ترتیل خوانی. چی کار را باید انجام بدن اینها؟ کار اول ایست که اینها یعنی قبل از ترتیل خوانی وقتی که میخوان صدایشون آماده شوه، باید در کف صدا یعنی در قسمت قرار و بمی صدا اینها باید 15 دقیقه اینو ترتیل بخوانن. مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. در این قسمت اینها از این بلند نرن، فقط در این قسمت 15 دقیقه را کار بکنن، انشالله صدایشان آماده است. خب میپردازیم به سوال دوم. سوال دوم ای که چون به خاطر که مدت مکس ها در بین ترتیل خوانی کم هست، یعنی مدت وقفه ها باید ما زودتر بگذاریم، بعضی از قرا فشار را یا از طریق جوف دهن مندازن نفس گیری را، و بعضی هم از طریق خیشوم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ببینید دهن باز است، چون کل هوا مستقیم عبور میکنه میره از جوف به حنجره میرسه، این تارهای صوتی سرد میشه، این باعث تخریش و خستگی حنجره میشه. و بعضی هم چی کار انجام میدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. که این هر دو اشتباه است. این خودش هم مستمعین را خسته میسازه و هم خود قاری خسته میشه، چون نفس کلن به شش نمیرسه، به قفسه سینه نمیرسه که نفس حفظ شوه و بتانه طرف درست ترتیل بخونه. هم باعث کمبودی نفس میشه و هم باعث سردی حنجره. ما در این قسمت نفس را به 2 بخش تقسیم میکنیم. بخش اول ای که وقتی که از دهن ما نفس میگیریم کلا دهن باز نباشه. شما حال ببینین که وقتی که من نفس میگیرم هم از قسمت خیشوم میگیرم و هم از قسمت جوف یا امو دهن، اما دهن باز نیست، یعنی لبها به هم نزدیک است و دندانهای بالا نزدیک لب پایین هست. بسم الله الرحمن الرحیم، یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خب شما دیدین که من 50% از جوف نفس گرفتم و 50% هم از خیشوم. ای شد شیوه ترتیل خوانی. انشالله که ما را هم از دعایتون فراموش نکنین. الله یار و مددگارتون.